تاریخ هنر جنسون. پیشگفتار مترجم. شاید بتوان بی هیچ تردیدی گفت که جامع‌ترین تاریخ سنت‌های غربی هنر کار بسیار ارزشمندی است که با نام تاریخ هنر جنسون برای نخستین بار در سال 1962 منتشر شد. جنسون با نگاهی ژرف متنی دقیق، فراگیر و تحلیلی ارائه کرد که تاریخ هنر را در گستره‌ای از دنیای باستان تا آن روز در بر می‌گرفت. جنسون خود میگوید که این کتاب فقط ردیف کردن موضوعات مهم تاریخ هنر در پی هم نیست، بلکه حکایت این کتاب حکایت نگارش داستانی است از پیوندهای بین این رویدادها، آثار و موضوعات. این کتاب تاریخ سبک‌ها و تحولات سبکی است. جنسون ویژگی‌های تکنیکی و سبکی آثار را به زبانی بسیار شیوا بررسی کرده است. نسل‌های متوالی تاریخ هنر را از طریق این متن آموختند و به دیگران آموزش دادند. کتابی که اینک در اختیار شماست ترجمه است از ویرایش هفتم این کتاب، یعنی آخرین و بروزترین ویرایش آن. ویرایش هفتم محصول کار گروهی از پژوهشگران با تخصص‌های متفاوت است. بدیهی است که تحولات جدید از جمله کشفیات جدید باستانشناسی و اسناد و مدارکی که به تازگی یافته شده اند در نگارش این نسخه از کتاب مورد توجه قرار گرفتند. به رویکردهای جدید تفسیری نیز توجه شده است. تفاوت این ویرایش با نسخه‌های قبلی در آن است که هرچند موضوع اصلی کتاب کماکان بررسی تاریخ هنر در سنت‌های غربی آن است، فصلی با عنوان هنر اسلامی و پیوندهای آن با هنر غرب به کتاب افزوده شده است، در حالی که در ویرایش نخست هنر اسلامی عنوانی فرعی بود در نخستین فصل کتاب. دوم آنکه در این ویرایش اهمیت بیشتری به جایگاه زنان در تاریخ هنر داده شده است و به نقش زنان هنرمند، زنان حامی هنر و زنان به عنوان مخاطب هنر توجه شده است. سوم آنکه آثار مورد بررسی در این ویرایش از نظر کمی حدود 25% افزایش یافته است. به علاوه قلمروی مطالعه نیز گسترش یافته و به هنرهایی از قبیل چیدمان و هنر زمینی در دوره معاصر و فرشینه‌ها، فلزکاری‌ها و کارهای چینی در هنر پیشینیان نیز توجه شده است. از ویرایش پیشین این کتاب ترجمه ارزشمندی از پرویز مرزبان در دست است که شایسته است در اینجا بر اهمیت و ارزش کار ایشان تاکید شود. هرچند متاسفانه آن ترجمه اکنون در دسترس نیست و مدت هاست که تجدید چاپ نشده است. در ضرورت ترجمه این ویرایش جدید هیچ تردیدی نبود و در نتیجه با پیشنهاد انتشارات فرهنگسرای میردشتی کار ترجمه آغاز شد. بدون شک اگر بنا بود متنی با این حجم را یک نفر ترجمه کند، کار بسیار به درازا می‌کشید و اهمیت و تازگی کتاب شاید از میان میرفت. در نتیجه گروهی برای ترجمه انتخاب شدند. کار گروهی مزایا و در همان حال مشکلات ویژه خود را دارد. تلاش شد تا در حد ممکن متن‌های مترجمان مختلف یک دست شود. هرچند ویژگی‌های فردی زبان مترجمان کماکان وجود دارد و سبک فردی مترجمان حفظ شده است. هرچند کل کتاب توسط این جانب ویرایش و تا جای ممکن یک دست شده است.
مشکل اصلی ما صدها اسم خاصی بود که مربوط به قلمروهای جغرافیایی و زمانی متفاوت بودند، از یونان و روم باستان گرفته تا کشورهای متفاوت اروپایی در دوره‌های متفاوت تاریخی و همچنین ایالات متحده آمریکا. این اسامی در زبانهای مختلف به شیوه‌های متفاوتی تلفظ می‌شوند. برای مثال جولیا در زبانهای اروپای شرقی یولیا، در فرانسوی ژولیا و در انگلیسی جولیا خوانده می شود. ما برای حل این مشکل از فرهنگ تلفظ نامهای خاص نوشته فریبرز مجیدی و فرهنگ جامعه شش جلدی پیشرو آریانپور استفاده کردیم و تا جای ممکن کوشش کردیم ثبت درستی از اسامی ارائه کنیم. با این وجود کماکان ممکن است موردی از چشم ما پنهان مانده باشد و اسم خاصی با دو شیوه متفاوت ضبط شده باشد. هرچند بسیار کوشیدیم در چنین مواردی اگر هست در کمترین حد ممکن باشد. در پایان لازم می‌دانم از تلاش‌های همکارانم در گروه مترجمان تشکر کنم. همچنین از مدیریت انتشارات فرهنگسرای میردشتی و آقای برآبادی که حداکثر همکاری را با گروه ما در طول ترجمه این کتاب کردند بسیار سپاسگزارم. فرزان سجودی، آبان 1388.